با دوچرخت حق نداری تو خیابون ویراژ بدی. دوچرخه چه فرکنکی، یعنی دوچرخه سواری بسیار کیف دارد، بسیار کیف دارد اگر مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنی. چنکی پنکی دوچرخه چه فرکنکی، دوچرخه چه فرکنکی، دوچرخه چه فرکنکی، یاده بالمنگی یعنی منو بل کن. برو بابا بی خیالش، من همیشه عادتم از یکی میگیرم. بل کن منو مرد حسابی. چقدر ترسو هستی، من از ماشینشم گرفتم، تو که دیگه ژاپنی هستی. نگاه کنی درکتهی اوها. یعنی چی؟ درکتهی اوها یعنی میفتی مرد حسابی. میفتی. یک ضرب مسئله قدیمی هست که میگه دوچرخه سوار حق ندارد دست خود را به وسایل نقلیه در حال حرکت بگیرد. حالا من عصبانی شد. یه ضرب مسئله قدیمی خودم اونم هست که میگه هر کس خربوزه خورد پای لرزش هم باید بشینه. زرای بی همتا، زرای ضد ضربه، واترپروف، ضد مغناطیس، زرای شکننده انواع ظلم و جور و ستم. بدجوری پنچر شده. شما نمیدونید این طرف ها پنچرگیری کجاست؟ بپیچ به راست جانم. راست؟ شما 100 نفری هستید که گفتید بپیچ به راست. راست؟ بیاین پایین بیافتین. آخه مگه دوچرخه مال 4 نفر سوار شدنه؟ نه مامان، مال 5 نفر سوار شدنه. من هنوز سوار نشدم. خدا رو شکر که طفل من نیست، وگرنه اونم میخواد سوار شه. بچه ها میافتینا. نگران نباشی مامان کله، من خودم دوچرخه سواریم خیلی ماهه. بله مامان خیلی بلده. بله خیلی خوب. حالا بره. یه چرخش هم بلند کن. باشه. چیزی تو نشد. خودمون نه، ولی دوچرخه چراغ شکست مثل که. بابا دوچرخه مال یه نفره. آخه چقدر بی‌ارزه. مگه آزار داری تو؟ مگه آزار داری؟ بلد نیستی میگی بلدم. یالا باید بری یه دونه چراغ واسه من بخری. به من چی مربوطه؟ خب می‌خواستی دوچرخه‌تو ندی؟ این نگاه کن. به من مربوط نیست، ولی دوچرخه باید همه چی سالم باشه.
چراغش سالم باشه، بوغش سالم باشه، آینه هاش سالم باشه، چرا خطرم داشته باشه. اخ 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 اخ. بعد شانسی هم اینه که چراغ دوچرخه اصلا گیر نمیاد. حسین آقا حالا این بیچاره چیکار کنه؟ خب یکی بخره. حسین آقا شما که گفتی گیر نمیاد. خب ما گیر میاریم. قیمتش هم 300 تومنه. 300 تومن؟ حسین آقا من خود این دوچرخه رو دست دوم خریدم 200 تومن. حالا 300 تومن بدم واسه چه؟ بابا اینطوری بله. مفتر از خدا موچی بخر بابا. آره همونطور که اون میخواد بگه 2 تا بخر. قیمتش میشه 500 تومن. 100 تومن هم تخفیف داره. ای باجی میگم تو یهو 500 تا بخر یه چیزی هم این حسین آقا جان دستی بگیر. بابا مگه من چی گفتم؟ میگن حسین آقا چی زورو همتا نداره. زورو ضد ضربه، واتر پروف، ضد مغناطیس، ضد ظلم و جور و ستم. بالاخره چاره کار رو فهمید. همه چیز تو این قوطیه. لاستیک پنچرگیری، چسب، سنباده، نوشته دیگه چیه؟ نوشته اول لاستیک تویی را از لاستیک رویی در آورید. بعد محل سوراخ را پیدا کنید. بعد به محل سوراخ سنباده بزنید. سنباده میزنید. بعد محل را خوب چسب بمالید. چسب زورو چسب میماند. بعد تکه لاستیک روی محل چسب بچسبانید. زورو چسب میچسباند. بعد لاستیک تویی را در داخل لاستیک رویی کنید. بعد باد بزنید. ولی من که ترمبه ندارم. شما نمیدونید این طرف پنچرگیری کجاست؟ بله بپیچید به راست جانم. شما 101,900,789 نفری هستید که گفتید بپیچ به راست. باشه بپیچم. راست چپ. زورو دست چپ و راستش رو هم نمیدن. شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن. رنگ و رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگه، گاهی پر رنگ گاه کم رنگه، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگه. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. اما گاری هنوز بچه ها گاریه، برای باره و هنوز یه وسیله باریه. یه گاری مثل اینطوری ساخته می شد. چرخ این گاری 2 قسمتیه، یه قسمت از کنده درخته و یه قسمت هم چوبیه. یه چوبی داره که این شکلیه، یه سرش مالبند و یه سرش محور چرخه. سر محور میره در سوراخ چرخ، زبونه میره فرو در محور چرخ تا بشه محکم و چرخ و در نره. چرخ در رفته باعث دردسره. اینم یه نوع گاریه.
گاری از نوع باریه. حدود 3000 ساله که تو چین از این گاری استفاده میکنن. از چرخ در کالسکه هایی که بازرگانا با اونا کالاشون از شهری به شهری میبردن هم استفاده شد. اون وقتا کالسکه ها از ترس دزدا و راهزنا چند تا همراه میشدن. کاروون درست میکردن. همراه کاروون ها افراد مسلح که برای محافظت بودند حرکت میکردند. توی کشور خودمون که بازرگانا کالسکه نداشتند بارشون رو سوار حیوانات میکردند. البته اونایی هم که بازرگان نبودند و فقط مسافر بودند اغلب سعی میکردن همراه این کاروونا حرکت کنند. چون که راه ها بد بود و طولانی خسته میشد کارواندار و کاروانی. واسه همین جایی ساخته شده بود که به اون میگفتن کاروانسرا. چاپارا یعنی کسایی که با اسب‌های تندرو نامه ها رو این طرف و اون طرف می بردند و کاروان‌های خسته از راه سفر اینجا یعنی کاروانسرا استراحت می کردند. یادش بخیر، جای خوبی بود و روزگار خوبتر. بگذاریم، اما داستان چرخ همچنان ادامه داره. یک قرون دادی تماشا بکنیم، یک قرونیت رفت و تماشا کردی. اگرم خواب بودی یا در چرت تقصیر از ما که نبود خوابت با. خانوم میگه اگه 13 سال تموم نشده نباید با دوچرخه وارد کوچه و خیابون بشی. بچه ها پیاده رو برای دوچرخه سواری نیست، برای آبروی پیاده است. خیلی خوشگل میشه. آره یه ذره روغن بده. نوارش هم قشنگه نه؟ صف بپیچ. چند خریدی؟ اواسنا خریدی؟ ببین این بادش اندازه است محسن. یه دست بزن. نه بازم باید باد بزنیم. میترکه ها. نه بابا من خودم واردم. خب اگه ترکی تو باید یه دونه لاستیک نو واسم بخری. حالا باید بزن. سلام. میبینم حسابی داریم به دوچرخه میرسیم. سرکار نظافت دیگه، نظافت خیلی چیز خوبیه سرکار. نظافت برای همه چیز سرکار. باریکلا. اجازه روغن کاری میکنیم سرکار. سرکار نوار پیچی میکنیم، هم خوشگل میشه هم که هم میشه سالم میمونه. سرکار ترمزاشو دارم بازدید میکنم، برقم انداختم. سرکار منم دارم باد میزنم. لاستیک اول از همه، یعنی دوچرخه اول از همه باید لاستیکش سالم باشه، بعدم بادش اندازه باشه. حالا سرکار بیای دست بزنید ببینید بادش اندازه است. فکر میکنم اندازه خوبه پس دیگه باد نمیزنم. تا کمیقدر که به وسایل ایمنی میرسیدین به مقررات دوچرخه سواری هم آشنا بودین. سرکار بلدیم، همه رو بلدیم. راستی؟ بله بپرسید سرکار. خب یه دوچرخه سوار چطور باید سوار دوچرخه بشه با اونو برونه؟ این که کاری نداره سرکار. اولش تمام علامت ها و قوانین راهنمایی و رانندگی دوچرخه سوار رو بدونه. سرکار الان میگه دوچرخه سوار. اجازه دوچرخه سوار باید یه ترکه سوار شه، 2 ترکه و 3 ترکه و 5 6 ترکه هم سوار نشه. سرکار بله سرکار از سمت راست حرکت کنه و از هیچ کس هم سبقت نگیره. در ضمن سرکار در حال حرکت دستشو به وسایل نقلیه در حال حرکت دیگه نگیره. و موقعی هم که خواست بپیچه با دست به علامتی که میخواد بپیچه علامت بده سرکار. بله
سرکار علائمی که یه دوچرخه سوار، علامتایی که یه دوچرخه سوار حتما باید بیاد بگین. من خودم دوچرخه سوارم، همه علامت‌ها رو هم بلدم. سرکار یکیش محل عبور دوچرخه سوار، یکیش محل یعنی گردش به چپ یا به راست ممنوع، یکی عبور ممنوع، یکی عبور دوچرخه سوار ممنوع، یکی دیگهش الان میگم، یکی دیگهش اینه که یه علامت هم هست که میگه منطقه مخصوص عبور دوچرخه سوار. بله سرکار این که چیزی نیست، ما شکلاش هم بلدیم. سرکار بگی. خب علامت ایست چه شکلی؟ الان میگم سرکار. ایست سرکار چند ضلعیه، به ما میگه بایست، همه جا رو خوب نگاه کن بعد حرکت کن. دیدیم بلد بود. خب علامت محل عبور دوچرخه چه شکلیه؟ اجازه ما بگیم سرکار، اجازه یه دونه مثلثه اینجوری، بعد یه دونه از این دوچرخه توش افتاده با یک کسی اینجوری، یه دوچرخه افتاده تو این مثلث. دیدیم بلدی. منطقه مخصوص عبور دوچرخه. سرکار الان ما میگیم سب کنیم منطقه مخصوص سرکار منطقه مخصوص یه دایره آبیه. خب همه جاش آبیه. خب بعد یه دوچرخه سفید خوشگل هم توشه، دوچرخه مجدواست. اینه مثل دوچرخه من. خب حالا علامت عبور دوچرخه ممنوع. من بگم گریه نکنی این سرکار یه دایره است که سفیده، دورش یه دایره قرمزه، بعد وسطش یه چیز وسطش دوچرخه است. بگه حرفم میزنم. بلد بود. دیدی بلد بود. خب علامت گردش به چپ ممنوع. سرکار علامت گردش به چپ ممنوع. علامت گردش به چپ ممنوع. سرکار یه دایره است، میگم این همونه یه دایره است. خب بعد یه خط قرمز خوشگل دور تا دورشه، بعدم یه خط قرمز دیگه که از روی یه علامت که سمت چپ رو نشون میده اینطوری عبور کرده. عبور ممنوع. سرکار عبور ممنون هم باز من بلد. سرکار اینم باز یه دایره است. خب مثلث نیست، اصلا مثلث نیست، فقط دایره است. بعد همه جاش قرمزه. خب همه جاش قرمزه، بعد همه جاش که قرمزه یه دونه خط سفید مستطیل شکل هم هست توشه. خیلی هم خوشگله. خب به من بگین چه کلکی در سرکار اصلا کلکی در کار نی. سرکار اصلا همش واقعیت. بله نه به من بگین که شما چطور آدمای به این مرتبی شده. بگین خجالت نکشید. من همه رو یادشون دادم. بله عرض کردیم سرکار. کلک نبود نباید بیانش بزن دیگه. پس کلکی در کار نیست؟ سرکار راستش اینه که خب حالا که کلکی در کار نیست راستشو بگی. راستش سرکار بله راستش اینه که سرکار آخه چی؟ سرکار بگیم ادامه بدیم. به خاطر سینما بستنی. اجازه بگیم ادامه بدیم. بستنی و سینما. بله راستش سرکار ما راستشو بگیم، راستش مادر کله گفتیم سرکار که اگر همه این علائم راهنمای رانندگی مربوط به دوچرخه رو یاد بگیری. گریه نکن من میگم اگه همه علامت‌های دوچرخه سواری رو یاد بگیریم، بعدم دوچرخه رو خوب بهش برسیم، ما رو ببره سینما و برامون بستنی بله دیگه. بله مامان منه دیگه. بله مامان منه. کجاست دیگه؟
امروز سرکار به خاطر ما دست میزنه. گوش میکنه. بسیار تو خسته نباشی. علامت ها رو خیلی خوب یاد بلد بودیم.